سلام دوستان، خسته نباشید. تعمیرات دستگاه 1606 زیاد کار خاصی نداره، خیلی بهتر از بقیه دستگاه جمع و جوریه. امروز این دستگاهمون که درو گیر میکنه، وقتی برگه میبره داخل میاره بیرون، روی دوم رو که میخواد بزنه میاد بالا گیر میکنه. این هم مشکلات رایجی هن که دارن این دستگاه. خیلی رایج، اون چیز عادیه که خیلی اتفاقا تعمیر ساده ای داره، میتونید توی خونه هم اونو تعمیر کنید. اول از هم یک پیچ این پشت هست، اگر بتونم دوربین نشونش بده، دقیقا همین پیچ. این پیچو باز میکنید اول، خیلی راحت. بعد نیاز به یه پیچوش تخت دارید، خیلی راحت میندازه اینجا، این بغل بلنج اول، بلنج در میاد، خیلی ساده. در رو یه گوشه. خب اینجا پک بغل رو میبینید، پک بغل چندین پیچ داره که بدون مزاحمت هیچ گونه قطعه‌ای باز میشه. باید تنها کارش نیاز اینا رو باز میکنید دونه بدونه. این بغل داره، اینطور دستگاه‌های خیلی دستگاه تمیزی هستن، مثل کارهای خونگی یا کارهای مثل خدمات کامپیوتری. این زیر هم یک پیچ هست، اونم باید باز کنید. تموم شد. به همین سادگی چندین پیچ رو باز میکنید، کنار میذارید، خیلی آروم، نیازیست خیلی زورم بزنید. باز میکنید، در میاد. این قطعه که روش هست اینا باید بمونه، مشکلی نداره. خب از من دیگه دوربین رو برم بالاتر که راحت تر بتونیم این که الان باز میکنیم و نگاه کنید. ببینید دوستان، با ارتباط وقتی این رو آوردید رو به بالا، شما چند تا نکته خیلی مهم دارید. این فنرها به هیچ وجه نباید گم بشن، چون گم بشن واقعا به درد سر میخورید. مشکل قطعه ما هم الان بس اینا رو در بریم. حتما بدونید از کجا و چه قطعه رو برداشتید، چون اگر یک دونه بدون اطلاعیه و بدون کلا به هم ریختگی باشه، کلا دستگاه از کار و تایمش میفته. قشنگ میشه گفت مثل تایم ماشین میمونه. مشکل دستگاه ما این قطعه هستش، همین قطعه که میبینید، این قطعه کوچیک و ظریف. به خاطر همینه که درو گیر میکنه کلا. این همچین قطعه ساده همین. الان بهتون میگم چطوری رفعش کنید. با کمک یک کاتر که تو همه خونه ها هست، یکم بیارم پایین. با کمک یک کاتر میاد مقداری حالت 1/100 اینا، این گوشه اینو چیکار میکنید؟ صیقل میدید، این مقدار ازش میتراشید. البته بهتون میگم حتما همزاویه خودش باشه، برای ندارید زاویهش رو ببرید، همزاویه خودش، یعنی به این صورت بره پایین. نیاد اینو کامل ببرید دستگاه کلا نابود بشه. همینه، یه مقدار خیلی کم
یک مقدار خیلی کم سایش میدید. چندین لایه مثل همینا، یک ذره. همون سمت هم به همین طور. کلا قرار یک کم نازکش کنید، همین. هیچ کار خاصی نداره. فقط بگم اصلا نباید کاترتون رو داغ کنید یا کار خاصی روش انجام بدید که راحت تر بره. باید حتما برش بخوره. یکم کم. حالا یه مقدار تمیزش میکنیم، مقداری که ازش برداشتیم. این برم میتونیم به همین صورت یه مقدار از روش بتراشیم. تمام شد. به همین سادگی یک مقدار که ازش تراشیدیم درست میشه. همون زاویه هم داره هنوز، همه چیش هم اوکیه. بریم. خب بذارید من یه مقدار بیارم بالاتر. خب دوباره افتاد. دوباره میاد همون قطعات رو به همون ترتیب میارید میذارید سر جاشون. حالا کسایی که تو خونه دارن حتما نگاه کنید. این قطعی که اینجاست به اسم کلاچ، همین آهنیه، این ما بینشون نباید اتصال داشته باشه. اگر ابرش نو بود، ابر داشت، خیلی مثلا نیاز نیست کاری انجام بدید، همونطوری ولش کنید. ولی اگر یه ابرش نبود و دستگاه اینو میچسبوند و خیلی سریع مثلا کاغذ رو تیکه میداد داخل، باید حتما این قطعه رو با یه چسب دو طرفه یا چسب کاغذی، یه چیزی که اتصال اینا رو از بین ببره، وصل کنید و دوباره به کار میفته. خب دوباره تمام قطعات رو سر جاشون میذاریم. دقت بکنید زیر اینها نوشته هست به اسم B، یعنی بلک، مشکی، که باید این قطعه روش باشه. وایت هم خوب میشه سفید، W نوشته. اینا رو حتما درست بذارید سر جاش که یه وقت اشتباهی پیش نیاد. حالا یه زمانی دیدید حالا چیزتون، حالا به هر دلیلی، بچه ازتون، هر کسی، خودتون هستن، اشتباه اینا رو، تایم اینا رو فراموش کردید که قطعات رو چطوری برقرار بدیم. ببینید با مشاهده دندونه درشت و دندونه ریز. دندونه ریز به قطعه بالایی این بزرگه میخوره، دندونه درشت به این پایینی مشکی بلک پایینیش میخوره. اون رو اول قرار میدید. خب باش بازی میکنید قشنگ بره سر جاش باشه. خب میگید این دوتا رو چی کار کنیم؟ خب میبینید که زیاد درگیری نداره، کوچیک رو انجام میدید، میبینید همینه، این نیست، کوچیکتر رو قرار میدید. چون برعکس منم ریدم.
من هم به همین صورت باشه دیگه. خب حالا این مشکلی هم نداره، اینو ما حالا از روی فیلم نگاه میکنیم، حالا درست میشه. دوباره میایید همونا رو همون پکی که دارید به همون ترتیبی که باز کردید خوب پیدا میکنید. فقط حواستون باشه این قطعه با تسمه اتصال نداشته باشه، حتما تسمه رو رد کنه و به زیرش قرار بگیره. خب اینطور قطعه حتما در میاد ازشون، اینا مشکلی نداره، اینا رو سر جاشون میندازید. خب اون رفت سر جاش. ببینم مشکل چیه. تسمه رو هم که رد کردی عزیزم. چرا سر جات نمیشینی؟ درست. نه فیلم نو قطعه رو میذارید اینجا، از زیر تسمه حتما ردش کنید دیگه. فقط یه مقدار جا به جایی میمونه که همه اینا دونه بدونه سر جاش افتاده باشه. همین. حالا یه مقدار بازی مشکلی نداره ولی قطعا افتاده باشه سر جاش. اینجاها یک گوشه های برای تنظیم داره که افتاده سر جاش، اونا رو حتما دقت بکنید. این قطعه هم کاری ندارم. همین سادگی برعکس. همین فقط پیچاشونو ببندید دیگه. فیلم تست آخرشون هم براتون میذارم، البته گذاشتم. البته آره اونم درست میکنم. پیچاشو میبندم، فیلمشونو براتون میذارم. پیچامون هم افتاد. همین بود. دیگه فیلم تستشون رو براتون قرار میدم. حتما به تمام نکاتی که گفتم توجه کنید و انشاءالله در قسمت‌های آینده تعمیرات جاهای مختلفش، همین دستگاه هم دستگاه‌های دیگه که بزرگتر و پیچیده تر هستن براتون قرار میدیم که انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره.